اخبار ادامه می‌دهیم. از جانب ساکنان دهه شول جماعت دهات باقیم رحیمزاده ناحیه رشت 1 کیلومتر راه دهه تعمیر کرده شده. همچنین در تحکیم بخشی ساحل نیز سهم می‌گذارند. گزارش از ناحیه رشت. دهه شوله جماعت دهات به نام باقی رحیمزاده ناحیه رشت در ساحل دریای سرباغ جایگیر بوده. همه ساله بر اثر بلند شدن سطح دریا، آفت طبیعی به زمین‌های کشاورزی، میدان باغ و راه‌های ماشینگردی بین محل‌های اهالینشین حدود دره کمراب ضرری زیاد می‌رساند. برای رفع مشکلات موجوده ساکنان دهه شوله تصمیم گرفتند تا در نوبت اول راه ماشینگرد به مسافه قریب 1 کیلومتر را از نو برقرار نمایند. همین جوانمرد اصیل سخاوت پیشه عالم پورجا نظاموف تصمیم گرفت که مشکلات امروزه این مردم حل کنه با کمک فرزنداش و به یاری همدیگانش. همین راه میخواد که برقرار کنه، همین موضوع را از نو آباد زیبا کنه. از روی لایحه پیش بینی شده حجم کارهای برقرارسازی در قسمت راه ماشینگرد ساحل دریای سرباغ مبلغ و مهلت زیادی را طلب میکند تا این راه به طلبات جوابگو باشد. این است که برای اجرای کارهای ساحل مستحکم کنی دهه شوله و برقرار نمودن راه ماشینگرد از حساب صاحبکار وطنی 10 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه جلب گردیدند تا کارهای برقرارسازی در مهلت کوتاه انجام داده شود. زیرا با فرا رسیدن گرمی‌های فصل بهار سطح دریای کوهی بلند شده، مجرای آب می‌تواند برای اجرای کارهای ساحل مستحکم کنی و بنیاد راه ماشینگرد تا اندازه مشکلی ایجاد کند. همزمان جهت پیشگیری از آفت‌های طبیعی دوام 2 سال آخر در قسمت پایان دهه شوله دیوارهای محافظوی برای نگاه داشتن مجرای دریا بنیاد شده ایستاده است تا زمین‌های کشت و باغات و راه‌های ماشینگرد از آفت طبیعی ایمن نگاه داشته شوند که در این کار خیر و ثواب اهل دهه و صاحبکار وطنی دست جمعانه سهم خود را گذاشته ایستادند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. هرچند که عالمان ساحه در بخش‌های گوناگون علم کشاورزی به یک قطار پیشروی‌ها نائل شدند، اما در شرایط رشد با سرعت علم، نوآوری و اختراعات و تحقیقات و بازیافت‌های آنها حالا هم قناعت‌بخش نیستند. وابسته به این عالمان ساحه فعالیتشان را به طلبات امروزه جوابگو می‌نمایند. در ساحه چاره‌داری کارهای نظررس علمی کمند. تا حال نتیجه های فعالیت اوید به دورگه‌کنی چاره‌های خوشزاد، نوهای تاجیکی چاره‌های خرد و کلان شاخدار خیلی کم میباشند. صاحبکاران ما ذات‌های نوی چاره‌ها را از کشورهای دیگر وارد کرده ایستادند، اما چاره‌های محلی که با شرایط ما مطابق میباشند از آموزش دور مانده است. ابراز داشتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با عالمان مملکت. این در حالی است که 92% سرشمار چاره‌های کلان و 82% چاره‌های میده و بخش اهالی راست می‌آید که از روی وزن زنده و محصولناکی به طلبات استانداردی ذات چندان جوابگوی نیست. در صورت بهتر کردن ذاتی چاره‌های محلی که با اقلیم ما موافق است، می‌توان سرشمار بیشتر و محصولناکی را بهتر کرد. در حقیقت در مقیاس جمهور نسبت چاره‌های کلان شاخدار را به نظر گیریم 3% آن با طوری اصولی باردارکنی سنی باردار می‌شود و خلاص. لکن در جمهور 1 میلیون زیاد از 1,300,000 قسم گاوا هست که باید که باید نسل ده باشد، نسل ده. خصوصا در این روند کارهایی که برای نسبت خوشزاد کنی چاره‌های اهالی خیلی پس می باشد. با این سبب با عالمان و متخصصان ساحه لازم است که اصولهای اینوواسیونی بیوتکنولوژی را براه مانده نسبت تطبیق این دستاوردها در استحصالات کارهای سودمند گذرانیم. مستحکم نمودن رابطه علم و استحصالات یکی از راه‌های اساسی برای تامین رشد بهتری ساحه کشاورزی دانسته می‌شود. وابسته به این عالمان انستیتوت چاره‌داری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان فعالیت خود را با شرایط و طلبات روز موافق گردانیده، من بعد موضوع‌های فرمایشی و لایحه‌ای را به مسائل مبرم ساحه کشاورزی روانه می‌نمایند. از این برآمدها خلاصه برداری کرده باید کارهای علمی را نسبت عموما ذات‌های تجایی که در جمهوری ما پرورش می‌یابند هم
ذاتای چارواهای کلان شاخدار، قطاس، ذاتای گوسفند و بز که اینها در منطقه های گوناگون جمهوری تاجیکستان خیلی خوب یعنی مطابقند حضور کرد. بیشتر از 70% اهالی در دهات زندگی میکنند و قسم زیادی آنها به چروهداری شغل می‌ورزند. در این زمینه عالمان را ضرور است که از دستاوردهای علمی استفاده برده در تامین اهالی با محصولات شیری و گوشتی سهمگذار باشند. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.